اینجا بنگلادش است. کشوری در جنوب آسیا که با یک مرز طولانی با هند و مرزی کوچک با میانمار احاطه شده است. در تابستان 2024 در داکا اعتراضاتی به نام جنبش سهمیه بندی برگزار شد که بعداً به یک قیام گسترده ضد دولتی تبدیل شد. برای درک بهترین رویدادها باید به برخی زمینه‌های تاریخی بازگردیم. در سال 1947 پس از تاریخ طولانی حکومت بریتانیا بر شبه قاره هند، تقسیم هند اتفاق افتاد. در این دوره شبه قاره هند بر اساس اکثریت‌های مذهبی به هند و پاکستان تقسیم شد، به طوری که پاکستان شامل پاکستان غربی، پاکستان امروزی و پاکستان شرقی بنگلادش امروزی بود. در زمان تقسیم برمه نیز بخشی از هند بریتانیا بود، اما در سال 1937 به یک مستعمره مستقل بریتانیایی تبدیل شد و در 4 ژانویه سال 1948 استقلال یافت. هنگام تقسیم، بنگلادش امروزی با نام پاکستان شرقی شناخته می‌شد. این منطقه دارای تاریخ پیچیده‌ای از مبارزات زبانی، فرهنگی و سیاسی بود که در نهایت به استقلال آن در سال 1971 انجامید. برای درک بهتر این رویدادها باید در نظر گرفت که در این دوره در چین چه می‌گذشت. چین درگیر جنگ داخلی میان حزب کمونیست چین و حزب ملی‌گرا بود. این جنگ منجر به تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 شد و به همین دلیل درگیری چین در رویدادهای جنوب آسیا به حد اقل رسید. در دهه‌های 1950 و اوایل 1960 روابط هند و چین امیدوار کننده بود. هند اولین کشور غیر کمونیست آسیا بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. اما اختلافات مرزی به ویژه در منطقه شمال شرقی در نزدیکی خط مکماهون و بخش غربی شامل فلات آکسای چین بروز کرد. این اختلافات منجر به یک درگیری مرزی کوتاه اما شدید در سال 1962 شد. رقابت ژئوپلیتیک بین هند و چین همراه با این اختلافات مرزی چین را به ایجاد اتحاد قوی با پاکستان وادار کرد. این اتحاد در طول جنگ هند و پاکستان در سال 1965 به ویژه مشهود شد. اگرچه چین حمایت نظامی مستقیم به پاکستان ارائه نکرد، اما نقش روانی مهمی با متهم کردن هند به تجاوز و تهدید ایفا کرد. این حمایت از پاکستان به تقویت اتحاد آنها در برابر رقیب مشترک هند کمک کرد. حالا برگردیم به بنگلادش یا همان پاکستان شرقی سابق. راه به سوی استقلال بنگلادش در 26 مارس سال 1971 آغاز شد. شیخ مجیب الرحمن پس از سالها تبعیض سیاسی و اقتصادی علیه پاکستان شرقی توسط دولت مرکزی در پاکستان غربی استقلال از پاکستان را اعلام کرد. این اعلامیه منجر به عملیات وحشیانه سرچلایت شد که در آن ارتش پاکستان سرکوبی خشونت‌آمیز علیه ملی‌گرایان بنگالی را آغاز کرد و دانشجویان، روشنفکران و غیر نظامیان را هدف قرار داد. با تشدید خشونت‌ها میلیون‌ها بنگالی به هند همسایه فرار کردند و بحران پناهجویان ایجاد شد. در پاسخ دولت هند به رهبری نخست وزیر ایندیرا گاندی تصمیم به مداخله گرفت. ارتش هند حمایت و آموزش نیروهای مقاومت بنگالی موسوم به مختی باهینی را آغاز کرد. وضعیت به جنگ هند و پاکستان در سال 1971 منجر شد. در 3 دسامبر پاکستان حملات هوایی پیشگیرانه‌ای را به پایگاه‌های هوایی هند با هدف کسب مزیت اولیه در عملیاتی با نام چنگیزخان آغاز کرد. اما هند با مداخله نظامی کامل در پاکستان شرقی پاسخ داد که به پیشرفت‌های سریع نیروهای هندی و مختی باهینی منجر شد. نبردهای کلیدی در این درگیری شامل نبرد لونگوالا، نبرد باسنتر و نبرد سیلهت بود. در 16 دسامبر سال 1971 نیروهای پاکستانی در پاکستان شرقی به رهبری سپهبد امیر عبدالله خان نیازی رسما به نیروهای هندی در داکا تسلیم شدند. این روز به عنوان روز پیروزی در بنگلادش جشن گرفته می شود. این جنگ به طور قابل توجهی نقشه ژئوپلیتیکی جنوب آسیا را تغییر داد. هند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با یک مرز شرقی امن‌تر ظاهر شد، در حالی که پاکستان مجبور به بازسازی و بازنگری در استراتژی‌های نظامی خود شد. این درگیری همچنین منافع استراتژیک قدرت‌های بزرگ جهانی را برجسته کرد، به طوری که ایالات متحده از پاکستان به دلیل اتحادهای جنگ سرد حمایت کرد، در حالی که هند حمایت از اتحاد جماهیر شوروی را به دست آورد. نقش چین در این وقایع تحت تاثیر محاسبات ژئوپلیتیکی آن بود. در طول جنگ آزادی بنگلادش، چین حمایت خود از پاکستان را که یک متحد نزدیک بود حفظ کرد،
علیرغم بحران انسانی در پاکستان شرقی، چین با مداخله هند مخالف بود و از پاکستان از نظر دیپلماتیک حمایت کرد. پس از اینکه یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد، جمهوری خلق چین با پشتیبانی مخفیانه ایالات متحده عضویت بنگلادش را وتو کرد و از به رسمیت شناختن این کشور تازه استقلال یافته خودداری کرد. نگرانی اصلی چین مقابله با نفوذ هند در منطقه و حفظ شراکت استراتژیک با پاکستان بود. پیچیدگی این وقایع با همزمانی آنها با جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بیشتر شد. منظره ژئوپلیتیکی جنوب آسیا در طول جنگ آزادی بنگلادش در سال 1971 به شدت تحت تاثیر رقابت ابرقدرت‌ها قرار داشت. اتحاد جماهیر شوروی از هند حمایت کرد و تضمین‌هایی داد که اگر درگیری با ایالات متحده یا چین رخ دهد، اقدام متقابل خواهد کرد. این تضمین در قالب پیمان دوستی و همکاری هند و شوروی در اوت سال 1971 امضا شد. این پیمان به هند اعتماد به نفس بیشتری داد تا با قاطعیت بیشتری از جنبش استقلال بنگلادش حمایت کند. حال اگر به وضعیت کنونی بپردازیم، بسیاری از چیزها تغییر کردند، اما رقابت بین چین و هند به اوج جدیدی رسیده است. چین با گسترش و نفوذ خود در کشورهای همجوار هند از طریق استراتژی موسوم به رشته مرواریدها به هند فشار آورده است. این استراتژی شامل ایجاد شبکه‌ای از بنادر و اتحادهای نظامی در سراسر منطقه اقیانوس هند برای تأمین مسیرهای دریایی چین و افزایش نفوذ استراتژیک آن است. عناصر کلیدی این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری‌ها در بندر گوادر پاکستان، بندر هامبان توتای سریلانکا و بنادر پایرا و چیتاگونگ بنگلادش تحت طرح یک کمربند، یک راه یا BRI است. در مقابل هند استراتژی‌هایی را مانند گردنبند الماس‌ها برای تقویت حضور دریایی خود و حفاظت از منافعش توسعه داده است. این استراتژی شامل تقویت شراکت‌ها با کشورهای همسایه مانند ژاپن، ویتنام و استرالیا و همچنین افزایش حضور نیروی دریایی هند در اقیانوس هند است. علاوه بر این، هند استراتژی و اقیانوس آرام را با همکاری ایالات متحده، استرالیا و ژاپن از طریق چهارچوب‌هایی مانند ائتلاف کواد پذیرفته است. این تلاش‌ها با هدف توازن قدرت در برابر نفوذ فزاینده چین و ارتقای امنیت منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و آزادی ناوبری در مسیرهای دریایی حیاتی است. یکی از بزرگترین میدانهای نبرد در این رقابت ژئوپلیتیک بین چین و هند بنگلادش است. به عنوان یک کشور در حال توسعه سریع و واقع در جنوب آسیا، بنگلادش به کانون توجه برای هر دو کشور تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های چین در پروژه‌های زیرساختی بنگلادش مانند پل پادما و بندر پایرا بخشی از استراتژی گسترده آن برای ایجاد جای پایی در این منطقه است. در مقابل، هند به حفظ روابط تاریخی و فرهنگی خود با بنگلادش ادامه می‌دهد و سعی می‌کند تا حضور رو به رشد چین را در این کشور مهار کند و امنیت و نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ نماید. در حالی که بنگلادش از یک کشور کمتر توسعه یافته به یک کشور در حال گذار تبدیل می‌شود، بر توسعه زیرساخت‌های بندری با کمک‌های مالی از چین و هند متمرکز شده است. این رقابت نشان دهنده اهمیت استراتژیک داکا و رقابت بین پکن و دهلی برای نفوذ در این منطقه است. سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه چین در بنادر بنگلادش مانند چیتاگونگ و پایرا به منظور گسترش حضور دریایی آن است. به طور خاص پروژه 510 میلیون دلاری در بندر عمیق پایرا که توسط شرکت مهندسی بندر چین یا چاینا هاربر انجینیرینگ کمپانی هدایت می‌شود. این مسئله تعهد قوی پکن را نشان می‌دهد. در مقابل، هند به شدت در بندر مونگلا سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این، جنبه دیگری از رقابت چین و هند در بنگلادش پروژه رودخانه تستا است. چین علاقه زیادی به پروژه 1 میلیارد دلاری مدیریت و بازسازی جامع رودخانه تستا نشان داده است. در حالی که هند نیز با پیشنهاد تأمین مالی خود سعی کرده است با چین رقابت کند. این رقابت‌ها نشان دهنده مبارزه گسترده ژئوپلیتیکی است. چین در تلاش است تا حضور خود را در نزدیکی مرزهای هند تحت پوشش توسعه اقتصادی افزایش دهد، در حالی که هند نگران امنیت خود به ویژه در نزدیکی منطقه حساس گردن مرغ است. با ورود به تحولات اخیر در سال 2024 یکی از رویدادهای قابل توجه تعاملات دیپلماتیک مربوط به شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش است. در اوایل سال 2024 او سفرهایی به چین و هند انجام داد که از نزدیک توسط دیپلمات‌های هر دو کشور نظارت می‌شد. در چین حسینه به دنبال دریافت وام 5 میلیارد دلاری برای حمایت از ذخایر ارزی بنگلادش بود،
اما تنها با 137 میلیون دلار به کشور بازگشت. با وجود امضای 21 تفاهمنامه، حمایت مالی محدود چین نشان دهنده نگرانی‌های آن در مورد ثبات اقتصادی بنگلادش بود، به ویژه با توجه به تعهدات رو به رشد داکا به هند. در مقابل هند حقوق عملیاتی برای یک ترمینال در بندر مونگلا را تأمین کرد که نشان دهنده تلاش استراتژیک آن برای مقابله با نفوذ چین در منطقه بود. علاوه بر این، تصمیم حسینه برای ترجیح دادن هند به چین در پروژه 1 میلیارد دلاری رودخانه تستا تغییری در سیاست خارجی بنگلادش بود که اولویت را به نگرانی‌های امنیتی هند در میان رقابت‌های منطقه‌ای میداد. پس از مجموعه از تحولات ژئوپلیتیکی و تصمیمات نخست وزیر سابق شیخ حسینه، بنگلادش با تغییرات سیاسی ناگهانی روبرو شد. اندکی پس از همسویی دوباره سیاست خارجی بنگلادش به سوی هند، یک آشفتگی داخلی قابل توجه رخ داد. در اواسط سال 2024 اعتراضاتی بر سر تغییرات در سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی آغاز شد که به سرعت به نارضایتی‌های گسترده‌تری درباره سوء مدیریت اقتصادی و اقتدارگرایی تبدیل شد. سرکوب‌های دولتی خشم عمومی را تشدید کرد و به تلفات جانی و درخواست‌های استعفای حسینه منجر شد. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد چین که از تغییر جهت حسینه به سوی هند ناراضی بود، ممکن است در ایجاد ناآرامی‌ها نقش ایفا کرده باشد. برخی بر این باورند که چین به طور مخفیانه از جناح‌های مخالف در بنگلادش حمایت کرد تا دولت را بی‌ثبات کند و از نفوذ خود برای مقابله با نفوذ فزاینده هند در این منطقه استفاده نماید. همچنین شایعاتی وجود دارد که پاکستان از این حرکت حمایت کرده است که نشان دهنده همکاری احتمالی میان قدرت‌های منطقه‌ای است. تا ماه اوت 2024 حسینه مجبور به استعفا شد و از کشور فرار کرد و یک بحران سیاسی را به جای گذاشت که برخی معتقدند تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار گرفته است. به طور خلاصه، ناآرامی‌های سیاسی اخیر در بنگلادش هم برای چین و هم برای هند فرصت‌ها و چالش‌هایی را به همراه دارد. در حالی که چین ممکن است نفوذ خود را در میان مشکلات اقتصادی بنگلادش گسترش دهد، ناپایداری سیاسی و ظهور جنبش‌های اسلامگرا می‌تواند تلاش‌های آن را محدود کند. علاوه بر این، افزایش حمایت ایالات متحده از دولت موقت می‌تواند جاه طلبی‌های چین را متعادل کند. در نهایت، بنگلادش احتمالاً به عنوان یک میدان نبرد در جنگ سرد دوم باقی خواهد ماند و مدیریت این رقابت‌ها برای حفظ ثبات این کشور دشوار خواهد